الله وبركاته. بس اسم نسبات جاد ها؟ نسبات جاد. خوب ستين جي. خلاص أخي. سلام دوستان عزیز، الحمدلله امروز ما قرار داریم در جای مقدس در خانه خدا در 70 آگوست هم برادران عزیز شما نیز در هفته آگوست باشید. خداوند همه ما را به این جای مقدس آمدن نصیب فرماید. علیکم السلام و رحمت الله وبرکاته. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. يا زمان خافني خاف. ود واروح. السلام عليكم ورحمة الله دوستان سوزيتين جي. طيب يقول امروز اخر شارع مدينه على نهم مای اسمه جهاد مدينه فجاد. در 7 دعا هستم در خانه خدا. شما نیز در 7 دعا باشید. خداوند به جای مقدس آمدن هر یک قدم شما را نصیب گرداند. ها؟ علیکم السلام. بعدنا بقول خش معي يمين. مکرت تماشا کنید. این شهرهای مکر رهاش زفرافکا. انت الحين وصلت مسجد عائشه؟ طيب انا علي وراك ما نبي. خوب استید اینجا هم بجوره. الحمدلله امروز باز هم پروردگار دیدار خانه خش نصیب ما کرد. الحمدلله الحمدلله. انشالله در همه دعا هستیم برادر. پروردگار کل گناه ما را عفو شده و خاطر خدا پست بلند گفته باشه ما را ببخشه. پروردگار سر بلند باشه. الحمدلله. این دوستان عزیز دعا باشه انشالله در وقت دعا هستیم.
این خانه های مردمی مکه اینجا گستیچه هاش این تونل است شاید اینجا سیده از بمره انا شو اسمه انا خشيت الحين معنفه پیش این کوه ها شکاف چی نبودن تونل نبودن مردم با بالا کوه میرفتن جاءت تعرفه انشالله دوگو هستم او دلیل اسمش مردم رو او دلیل نکنه موشون بعد می نویسن یک می نویسن برای قیامت خصوص نیست الله اکبر على يا ابو اللي يعطينا الشخص هذا اللي عنده كان عنوانه فين مكانه. انشالله السلام عليكم. من اسمس نویسنم گرم شروع فين مكانك في بير بليله يا ريس؟ نسمات جياد؟ نسمات اجياد. طيب انا طالع مع النفق، لما نطلع من النفق حق الرصيفه تجيني في اليمين ولا تجيني في الوجه؟ يعني اسمع، لما انا اجي على الشهداء اجي عند قبل الشهداء ادخل يمين صح؟ نسمات جياد. نسمات جياد. طيب اوكي. السلام عليكم. علیکم السلام و رحمت الله وبرکاته ننزل مع الرصيفه ونطلع له على طول. يلا يلا ورايا. وانا یک کلیه ده برام شعر نویسته کی نویسته یا خی نویسته هم بگیرم حسبنا الله و نعم الوکیل اینجا عربستان پیش خانه خدا تماشا کنی برادرها از همه را نشان میدیم انشالله کلیه ده برام شعر نویسته اگر کلیه مسلمان باشه در این خانه خدا غیبتش نکنه مرد باشه خودش گام میزنه اکوها دارم پدر دارم عمک دارم از صاحبی از زاد چرای کنه همجا بگیرم بدبخت حیوان نیبلگه در نیم با خاطر حواله همه به خدا التماس استیمیس های مردم او دلیل نکنه خواهش میکنم التماس تو میکنم برادرها که همه تا او دلیل میکنم نگیریم مایلش بسم الله لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كويا بختو بگی لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والنعمة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سلام دوستان عزیز، خوب هستید اینجا؟ الحمدلله قرار داریم در خانه خدا، در جای مقدس. برادرها سه که ما وعده دادیم میکنیم انشاءالله خیر میشه و همش میشه. فقط صبر کردن در کار. همه چیز وقت، زمان و ساعت خچه میطلبه. خوب همون کشه بگم تو در جای مقدس در هفته همه دعا بازدیم. خوب انشاءالله در حق همه مسلمان ها، خصوصا مردم غریب، در حق ملت سوجی. کسی میفهمه الحمدلله، نم میفهمه نم الحمدلله. شکر به همش. انشاءالله خصلت بد دک نمیدونم چی دارم، اما حرکت میکنم کمک کنم انشاءالله. برادرها شما ما را تماشا نکنید، اسم تماشا کنید انشاءالله. دعا هستیم. یا الله حسبنا الله نعم الوکیل. هیچ گپ نیست انشاءالله. خانه خدا هسته، مکه مکرمه. ایفیر کردم تا ببینید. اگر کسی بگه که همه پنهانی نیه، من دعا میکنم حرکت نشون میتیم. یک حوصله برادرها چی که همین مردم سبحان الله یک حوصله شو بیدار شون تا بیان جای مقدس رو ببینن. یعنی که نه هر کس میخواد. سومی بسیار دارن اما چون دیگه جا چیکار میکنن؟ صرف شو میکنن متاسفانه. انشاءالله فردوس دعا میکنیم برادر. سلام وکرده و انشاءالله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
الحمدلله. با اون خاطر با عبادت باشه، ای تلفن دور باشه در این حالت که مقصد وقتی اومده به جای مقدس انشاءالله یک روزیم 10 روزیم حرکت کنیم با عبادت باشیم. این روزا غنیمت است. شاید برای بعضی ما آخرین بار باشه، شاید برای بعضی ما باز هم بیایم انشاءالله حرکت کنیم با عبادت با نماز باشیم. از ما طواف عمره را میکنیم انشاءالله. از میریم گسنیسا مهمانخانه چیکار میکنیم؟ خوراک میخوریم انشاءالله. خدمت که طهارت نداری طهارت میکنیم، فقط صابون نزنی، خوشبوی دوخی نکنی، خواهش میکنم ناخون نگیری که قرضیدار میشه. بعد این انشاءالله چیکار میکنیم؟ هر یک قدم ما را میگیریم، نیت میکنیم میریم انشاءالله عمره میکنیم. عمره ما 7 کروک گشتن گرد خانه خدا است. بعدی وای 2 رکعت نماز در روپروی مقام ابراهیم میخونیم که انشاءالله بعدی وای آب زمزم و صفا و مروه و مادرها میان در این خانه التماس خواهش میکنم نوک موهاتون قیچی میکنه، پدرها باشه سرا را میتراشیم، بعد از عمره برآمده میشیم. این طواف عمره میشه انشاءالله، خلاص میشن عمره ما. بعد این طواف نفلی میشه. طواف نفلی چیه؟ 7 کروک یا که در 2 ایتاژ یا که در 3 ایتاژ یا در هم گرد خانه خدا 7 کروک میگردی در که نماز میخونی. این طواف نفلی میشه. خواهش میکنم بسیار طواف کنی، قرآن بخونی. اون رنگ نمازی که خدمت حسن همیش نماز هیچ فرق نداره. سوره فاتحه میخونی، سوره ناس میخونی، علم نشره میخونی، کافرون میخونی، همش همیش میخونی. با اون خاطر خواهش میکنم مادر عزیز با تلفن یا البته راحت برای یک خاطروی بگیره، اما حرکت کنی با عبادت باشین. حرکت کنی خواهش میکنم. این تونل میبینه یا نبودن پیش این خانه های مردم مکه هم زندگی میکرده خسته این تونل رو بعد انشالله در قیامت آگاه است. اینجا هم ما انسان میبینی که چه خیل نماز میخونه، که چه خیل دعا میکنه، یگان کس اهمیت نتی حرکت کنه که وقتی گسنیسا را نشون میتیم. گسنیسا خانه خدا، هر یک شرکت ما انشالله یک بار دیگه شما را شهر طائف میبرن. شهر طائف کدام شهر که در زمان خودش پیغمبر خدا صلی الله علیه و برای دعوت رفت که هم شاید این مردم مکه ایمان نمیارن، ما بریم در طائف دعوت کنم. متاسفانه از مشرکان همون زمان سنگسار کرده شد. و هم خاطر پیغمبر خدا صلی الله علیه و اومد دعا کرد در حق همونجا انشاءالله اونجا شهری با برکت است. اونجا هم چیکار کرد؟ اونجا میریم یک بار دیگه از اونجا نیت کرده میریم یک عمره دیگه، شاید در حق خودتون در حق پدراتون مادراتون انشاءالله یک عمره دیگه میکنیم. میشوه در حق مردم گذشته، فقط در حق مردم گذشته انشاءالله چیکار میکنی؟ یک عمره میکنی خانه خدا انشاءالله. میشوه انشاءالله. بله اینجا از مسجد حضرت عایشه مادر میگن اصلا مردم ازبکستان و تاجیکستان بسیار همونجا میرون. اینجا 5 کیلومتر 2 کیلومتر هم قدر دور همونجا میرون با لباس میپوشن میان. اصلا نشینه باید 70 کیلومتر از 4 طرف مکه باید برای با هم خاطر حرکت کنید که خدمت رفتنی شهر طائف بره. همه یایی که میبینی مهمانخانه هاشون، این مهمانخانه ها مردم اینجا کار نمیکنن. این مهمانخانه میسازن یا که خودش کار نمیکنن، مثل که ما میایم در آسیا کار میکنیم، مردی کار هستیم. در اینجا شهری مردمی پاکستان هستن، اندونزیا هستن، اینجا کار میکنن، کارای یور همه میکنن.
افغانستان چچنیا بله به همون خاطر حرکت کنیم با عبادت باشیم. الحمدلله به همش. بعد همین آب زمزم همونجا سه نمود است. خنک هست وقتی بچکا هستن ولی نشون تو میتیم ان شاء الله سه نمود است. خنک هست، میانه است و گرم. حرکت کنه همون سه مش بخوره ای گرم. البته که ما آب زمزم دوست می‌داریم در آب میخوام بسیار بخوریم اما همون کسل میشیم. در آب خرطخوام محکم میشم. چیکار کنیم حرکت کنیم که همین آب زمزم خنکش استفاده نبریم. در همون گاسنیسو که هست کندیس اینجا گرمه بعد کندیسنی رو تو بسیار گرون نکنه بعد گریپ شه و کسل شه. ان شاء الله در قیامت دعا هستیم برادران. پاسپورتاتون رو التماس خواهش میکنم در درون باز میگم در درون چمداناتون بسن در درون مهمانخانه نبرای شو تماما نبره یگان فقط هم تلفناتو سومو بسیار نگیریم $100 یا $20 $50 دم کیساتو بگیره تمام خدمت با خورد و خوراک تو ما تامین میکنیم ان شاء الله. علیکم السلام و رحمت الله. این خانه خدا است ان شاء الله. نیست این ساعته هم ساعته که ایوب 100 کیلومتر قریب نمونه دوری. ان شاء الله در پیش کعبه را افیر میکنیم برادر. دعا باش. نه گاسنیچای دستی چپ گاسنیچای ترکو میگن به حد کلون است. این شبش $100 یا 100 چند دلار یک آدم. یک شبش 100 چند دلار. الحمدلله. گاسنیچای ساعت میبینی شوش 300 تا 400 دلار یک آدم. یک شوش ده. هستن پولدارا بسیارن که میستن اینجا خواب میکنن. ان شاء الله در قیامت دعا هستیم. بهادر و علی. همه این ماشین میبینی کار میکنن در اینجا. پلیس هذول ابغى تنتقل على اليسار. اوکی هر جا پیشوش. لا اخي این کوچه های مکان برادران. بعد من اخمای السلام علیکم حاجی جان منم بابا جانم. همون گاسنیسه که داو باری بالا آخرون بود همه. الو دا باری بالا دا کوتال بود آخرون همه رفته بودیم همه.
اگر هم ماشینا رو بگیرم اون ماشین دیگری هم لیسا اون کلاپای گردونده منی برادرها یک گرفتن است. تمام تمام خوب برکت ای تو خلاص هذاك لازم يجي. اوکی yes yeah خب گل علیکم السلام و رحمت الله و برکاته دعا باشین ان شاء الله گل تو da punto دوستان عزیز خیلی صحبت کردیم ان شاء الله آیتش خونه خدا من افیر میکنیم برای شما خدا حفظتون کنه پروردگار سر بلند باشه السلام علیکم و رحمت الله و چه خليك معنا خلت التليفون اللي